سلام. بیایید تا با برخی از کنترلرهای رایج در صنعت آشنا بشویم. در این ویدیو ابتدا یک کنترلر ساده آن آف برای سیستم مخزن آب که در ویدیوهای قبلی طراحی شده بود طراحی و تست می‌کنیم. بعد از آن با تعریف یک باند مرده برای کنترلر آن آف عملکرد آن را بهبود می‌بخشیم. در ویدیوهای بعدی نیز با انواع کنترلرهای PID آشنا خواهیم شد. خب، در ویدیوی قبلی این برنامه را برای کنترل دستی سطح آب نوشته و تست کردیم. حالا من می‌خواهم که سطح آب مخزن به طور اتوماتیک کنترل شود. ابتدا اجازه بدهید یک سلکتور به تابلو برق اضافه کنم. من از آن برای انتخاب یکی از حالتهای اتوماتیک و منیوال استفاده خواهم کرد. حالا بیایید تنظیمات اتصال بین نرم افزار فکتوری آی او و سیمولاتور PLC سیم را اصلاح کنم. چرا که من به 2 ورودی دیجیتال جدید برای سلکتور نیاز دارم. پس از آن جدول سیمبل ها را در نرم افزار سماتیک منیجر باز کرده و 2 تگ جدید برای 2 ورودی دیجیتال جدید i0.4 و i0.5 تعریف می کنم. حالا بیایید بلاک اصلی برنامه نویسی یعنی OB1 را برای نوشتن برنامه باز کنیم. خب، اگر یادتان باشد طبق این قسمت از برنامه من می توانستم والو ورودی را با فشار دادن پوش باتن‌های مربوطه باز و بسته کنم. حالا من می خواهم این قسمت از برنامه‌ام تنها زمانی فعال باشد که با استفاده از سلکتور حالت منیوال انتخاب شده باشد. توجه داشته باشید که این خط از برنامه در زمانی که حالت منیوال غیر فعال شود، والو ورودی را خاموش می کند. حالا بیایید یک برنامه برای حالت اتوماتیک بنویسیم. من می خواهم زمانی که سطح مطلوب ما از سطح فعلی آب بیشتر باشد، والو ورودی به طور اتوماتیک باز شود. بنابراین نیاز به یک دستور کامپریتور دارم. به یاد داشته باشید که در 2 نتورک آخر از برنامه سطح مطلوب و فعلی آب را با فرمت اینتجر دارم. لذا تنها نیاز به استفاده از این دستور نوع کامپریتور دارم. توجه داشته باشید که این دستورات برنامه نویسی اعداد صحیح را با هم مقایسه می کنند. دستورات بعدی اعداد با فرمت دابل اینتجر
و آخرین گروه از دستورات اعداد حقیقی را با هم مقایسه می کنند. برای مشاهده جزئیات بیشتر در مورد هر کدام از این دستورات می توانید از هلپ نرم افزار استفاده کنید. حالا بیایید ویدیو را ادامه داده و یک برنامه برای حالت اتوماتیک بنویسیم. خب، بر اساس نتورک دوم، اگر حالت اتوماتیک انتخاب شده باشد و سطح مطلوب آب بیشتر از سطح فعلی باشد، والو ورودی به طور کامل باز خواهد شد. در غیر این صورت، طبق خط بعدی، والو ورودی بسته می شود. حالا بیایید برنامه را دانلود و تست کنیم. خواهید دید که این برنامه یک مشکل دارد. خب، اکنون حالت منیوال انتخاب شده است. قاعدتاً در این حالت بایستی بتوانم با فشار دادن پوش باتن استارت والو ورودی را باز کنم. اما همانطور که می‌بینید پوش باتن استارت کار نمی کند. چرا؟ به نتورک بعدی از برنامه توجه کنید. هرچند حالت اتوماتیک انتخاب نشده، اما این قسمت از برنامه به دلیل استفاده از دستور نات والو ورودی را می‌بندد. به این دلیل پوش باتن استارت نمی‌تواند طبق برنامه نتورک نخست والو ورودی را باز کند. توجه داشته باشید بایستی تنها یکی از این دو برنامه در آن واحد اجرا شود. برای حل مشکل فعلی برنامه می توانم آنها را در دو بلاک FC قرار دهم. به یاد داشته باشید من از این دو بلاک در ویدیوی قبلی استفاده کردم. اکنون من می خواهم دو بلاک FC دیگر متناسب با دو حالت منیوال و اتوماتیک برای والو ورودی داشته باشم. خب، من این دو بلاک برنامه نویسی FC1 و FC2 را ایجاد کردم. حال برنامه های منیوال و اتوماتیک والو ورودی را به این دو بلاک منتقل می کنم.
خب، حالا اگر حالت اتوماتیک انتخاب نشده باشد، برنامه مربوط به آن که در داخل این بلاک FC است، کلاً اجرا نخواهد شد. دوباره بیایید برنامه را دانلود و تست کنید. خب، حال برنامه منیوال به درستی کار می‌کند. بیایید سطح مطلوب را تغییر داده و سپس حالت اتوماتیک را فعال کنید. همانطور که می‌بینید بلب ورودی به طور خودکار باز شده و زمانی که سطح آب به سطح مطلوب رسید، PLC نیز به طور خودکار بلب ورودی را بست. به نظر می‌رسد برنامه بدون ایراد است. بیایید آن را برای حالتی که والو خروجی کمی باز هست تست کنیم. همانطور که می‌بینید هر زمانی که سطح آب پایین‌تر از سطح مطلوب بشود، PLC به طور خودکار والو ورودی را باز می‌کند. حالا اجازه دهید والو خروجی را به طور کامل باز کنم تا مشکل کنترلرهای آن آف ساده را ببینید. همانطور که می‌بینید به دلیل نوسانات سطح آب، PLC دائما والو ورودی را روشن و خاموش می‌کند که در عمل این کار باعث خراب شدن والو ورودی می‌شود. اجازه بدهید که حالت منیوال را انتخاب کرده و دو والو را کاملا ببندم. خب، حالا اجازه دهید مشکل کنترلر آن آف ساده خود را که برنامه آن در داخل تابع آتو نوشته شده بررسی کرده و راه حل آن را نیز توضیح دهم. خب، این دیاگرام لاجیک کنترلر آن آف من را نشان می دهد. زمانی که مقدار خطا منفی باشد، به عبارت دیگر زمانی که سطح آب بالاتر از سطح مطلوب باشد، والو ورودی فوراً بسته می شود و در صورت مثبت بودن خطا، والو ورودی بلافاصله باز می شود. همانطور که دیدید به دلیل نوسانات موجود در سطح آب، زمانی که سطح آب به سطح مطلوب رسید، PLC شروع به روشن و خاموش کردن مداوم والو ورودی کرد. برای حل این مشکل، کنترلرهای آن آف را به صورت دیاگرام سمت راست همراه با یک باند مرده در اطراف ست پوینت که در اینجا همان سطح مطلوب آب است، پیاده سازی می کنند. هنگامی که میزان خطای بین سطح مطلوب آب و مقدار فعلیش در داخل باند مرده و یا به اصطلاح ددبند قرار دارد، کنترلر نبایستی هیچ کاری انجام دهد. اگر والو ورودی خاموش باشد، کنترلر باید زمانی آن را باز کند که میزان خطا از 10 سانتی متر بیشتر باشد و هنگامی که والو ورودی باز است، کنترلر زمانی آن را خاموش می کند که میزان خطا کمتر از منفی 10 سانتی متر بشود. حالا بیایید برنامه را طبق دیاگرام سمت راست اصلاح کرده و سپس عملکرد آن را ببینیم.
خب، حالا بیایید برنامه جدید را دانلود و تست کنیم. خب، بیایید حالت اتوماتیک را انتخاب کنیم. همانطور که مشاهده می کنید، والو ورودی به طور خودکار باز شده تا سطح آب افزایش یابد. حال بیایید والو تخلیه را باز کنیم تا عملکرد کنترلر آن آف جدید را که دارای باند مرده به اندازه 20 سانتی متر است ببینیم. همانطور که می‌بینید PLC والو ورودی را با فرکانس بالا باز و بسته نمی‌کند. از طرفی دیگر می‌تواند سطح مایع را در یک محدوده خاصی از سطح مطلوب نگه دارد. حالا بگذارید والو تخلیه را کاملاً باز کنم. بسیار خوب. کنترلر آن آف جدید که دارای یک ددبند یا همان باند مرده است، به درستی کار می کند. در ویدیوی بعدی آموزش کنترلرهای PID را شروع خواهم کرد که در صنایع مختلف رایج هستند. خیلی ممنون برای تماشای این ویدیو. خب دوستان، به انتهای این ویدیو رسیدیم. اگر از آموزش این ویدیو خوشتون اومد، لطفاً آیکون سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا هم عضو کانال بشید و هم به محض بارگذاری ویدیو جدید از آن مطلع شوید. اگر سوالی یا نظری در مورد این ویدیو دارید، خیلی خوشحال میشم که آن را در بخش کامنت برای ما بفرستید. زدن آیکون لایک باعث میشه که الگوریتم یوتیوب این ویدیو را بیشتر در معرض دید دوستان دیگر شما قرار بده و ما هم به نوبه خودمون تشویق بشیم که ویدیو کلیپ های بهتری رو خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم. تا ویدیو بعدی شما را به خدا می سپارم. شاد و خوشحال و خرم باشید.